من صحبت‌هایی که میخوام بکنم در عمل واقعا در ادامه صحبت‌های شهینه و نقطه محوریش 8 مارس 1979 8 مارس 1357 که یه نقطه عطفیه در مبارزات زنان ایران بی تردید. همه میدونیم که جریان 8 مارس یعنی اعتراض زنها به گفته خمینی که گفته بود که شب پیش از 8 مارس در تلویزیون سراسری ایران در برنامه اخبار گفته بود که خانم‌ها برهنه هستند و باید با حجاب سر کار برن و این شد که اون تظاهرات خیلی چندین حرکت برای 8 مارس از طرف زنها سازمان داده شده بود و در شرف انجام بود در مقطعی که ایشون اینو گفتن. یکیش تظاهرات بزرگ زنها بود که در واقع جشن سلبریشن قدردانی از 8 مارس بود، قرار نبود تظاهرات اعتراضی باشه و برای اولین بار بود در تاریخ مبارزات زنان ایران که زنها نه به صورت محفل‌های درون خانه‌ها بلکه به صورت علنی و بیرونی در خیابان می آمدن. یه حرکت دیگه ای که من سازماندهش بودم یه جلسه سخنرانی حول مسئله زنان در تالار فردوسی دانشگاه تهران بود که خودم اونو برای اون روز رزرو کرده بودم. یه پوستر خیلی زیبایی داده بودیم، چاپ کرده بودن با شعار آزادی زن معیار آزادی در هر جامعه است و این برای من مسئله زنان به خاطر اینکه تقریبا همون موقع یعنی چند ماهی قبل از اون از انگلستان برگشته بودم و در معرض موج عظیم فمینیسم دهه 1670 اواخر دهه 1670 قرار گرفته بودم به خاطر حضورم در فضاهای آکادمیک در خارج کشور و وقتی که آمدم ایران بدیهی بود که مسئله سوسیالیسم برای من از مسئله زنان قابل تفکیک نبود. در نتیجه تو این عرصه ها به طور مشترک همکاری میکردیم. بسیاری از متفکرین فمینیستی غرب در اون دوره که اصلا در ادامه اون جنبش به امر زنان میپردازند، کار سیاسی و تحقیقی میکردند، این مسائل رو ریشه یابی میکردن و این ریشه یابی ها هم ریشه یابی های طبقاتی داشت، هم ریشه یابی های فرهنگی داشت، هم ریشه یابی های سیاسی داشت. من در پایان صحبتم اگر فرصت بکنم در چند جمله خواهم گفت که چگونه این جنبش عظیم و زیبا در شرایط فعلی فمینیسم غربی به بیراه رفته. دوستان ما راجع به جهانی بودن جنبش فمینیستی گفتن و راجع به اینکه باید در واقع این پیوند بخوره به طور کامل در همه جا، به خصوص در منطقه‌ای که ما به اون تعلق داریم از نظر سنتی و این به نظر من اینطوریه که الگوی فمینیسم غربی در این مورد دیگه به درد کار ما نمیخوره. از زاویه‌های مختلف راجع بهش صحبت خواهیم کرد اگر فرصت باشه توی پرسش و پاسخ، چون من حرفامو میخوام ببرم دوباره روی 8 مارس 1979 1357 سال انقلاب. ما تو تالار فردوسی بودیم و سخنرانی داشتیم و یک بار دیدیم درهای سالن که پر آدم بود و اصلا دیگه جایی نشستن نبود، درها بسته بودن، با فشار خیلی شدید باز شد و یک سیلی از زنها آمدن تو. من رفتم جلو ببینم چه خبره، دیدم که اینها خیس، چون که اون روز در تهران برف می آمد و عصبانی و مورد اهانت قرار گرفته گفتن شماها اومدین اینجا جلسه گذاشتین، بیاین ببینین با ما چه کردن تو خیابونا. حزب اللهی هایی که اون موقع هنوز مسلح نبودن ولی بعضیاشون چماق داشتن از همون موقع، به همین دلیل اسمشون شد چماق به دست. اینها به صفوف تظاهرات اینا حمله کرده بودن. بعضی از اینها رو به کوچه های بنبست هل داده بودن،
آلت تناسلیشون رو در آورده بودن، گفته بودن آزادی میخوای بیا بگیر. یعنی این درجه از رذالت و حقارت و مرد ستیزی من فکر نمی کنم تو هیچ بخشی از زن ستیزی، مرد سال، تو هیچ بخشی از جنبش زنان به این صورت. این دیگه سمبولیک نیست، این خیلی ملموس و عادی جلوی چشم. و به دنبال این حرکت طبعا ماها به اون جمع پیوستیم. من اون موقع شاهین رو نمیشناختم. شاهین هم یعنی در دانشگاه تهران تدریس میکرد، ولی در همین جریان ها ما با هم آشنا شدیم از همون موقع. و بعد از این تظاهرات، یعنی اعتراض زنها به این قضیه، تا 6 روز ادامه داشت این حرکت به صور مختلف. رفتن جلوی رادیو تلویزیون همون شب تظاهرات، به جای اینکه راجع به این قضیه نوشته بشه یا بحث بشه، آقای قطبزاده که بعداً خودش بیچاره اعدام شد، رئیس رادیو تلویزیون، چند تا زنو که به قول اونها زنهای تنفروش و خزپوش، اینا چیزای کتای مینک تنشون کرده بودن که بگن اینا زنهای تلفنی هستن. و من گفتم اگر تعداد مثلا فرض کنید تظاهرات که 20,000 نفر بود، اگر در تهران 20,000 زن تنفروش هست، دولت باید اصلا برنامه‌شو عوض کنه به جای اینکه چیز بکنه. ولی اینو پشت تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی نشون دادن. یه مسئله خیلی مهم اینه که در اون مقطع از تاریخ ایران آگاهی فمینیستی در درون جنبش، حتی جنبش چپ و جنبش انقلابی، یا اصلا وجود نداشت یا بسیار ضعیف بود. به همین دلیل برخلاف شرایط فعلی اون حرکت مهم حمایتی رو که باید از جامعه مترقی ایرانی نگرفت. یه مقداری خیلی زیادی از این بحثا این بود که اصلا مسئله زنا جنبش ما رو به بیراهه خواهد برد، از مسیر اصلیش که جنبش طبقاتی منحرف خواهد کرد و زمینه های این در جامعه ایران بود. هرچند که چپ ایرانی مذهبی نبود، ولی در سالهای قبل از 57، در دهه قبل از 57، بسیاری از آثاری که نوشته شده بود از طرف متفکرین مترقی ایرانی، وجه زنان یا در اون غایب بود یا همون وجه سنتی بود. آقای آل احمد کتاب سنگی بر گوری رو بخونید، موی بدنتون راست میشه از میزان تکرار ایده های ضد زن در اون وجه. حتی همسر ایشون که نویسنده بسیار خوبیه، فوت کردن 2-3 سال، سیمین دانشور در کتاب سووشون از نقش زن به عنوان چهره حامی مرد نام میبره، قهرمان اصلی و راوی اون داستان یه زنی. آقای شریعتی فاطمه و بقیه مطالبی که می نوشتن در راستای اسیر کردن زن در چارچوب تفکر سنتی راجع به زن بود. بسیاری از شاهین حتما یادشه اون روز در دانشگاه تهران همه دوستانی که اصلا دانشگاه تهران مثل مرکز مبارزه انقلابی بود و مبارزه انقلاب بهمن بود که 22 بهمن اتفاق افتاده بود، الان 17 اسفند بود. خیلی ها میگفتن، یعنی گیج شده بودن دوستان چپی مال سازمان های چپی و میگفتن نمیدونستن با این پدیده باید چه کرد. در نتیجه ما اون حمایتی رو که باید از اقشار دیگه جامعه نگرفتیم. بعدش چنین شد که یه عده‌ای از زنها محافل کوچکی رو در درون خانه ها تشکیل دادن. شروع این بود که آگاهی فمینیستی در جنبش زن ایرانی جا باز بکنه. بعد از ماجرای 8 مارس و دستگیری ها، مثلا دخترهای نوجوان رو که بی حجاب بودن و دستگیر میکردن میبردن توی اوین، اونایی رو که اعدام کرده بودن و هنوز به طناب دار آویزون بودن نشون اینا میدادن که اگر چادر سرتون نکنین ما هم با شما همین کار خواهیم کرد. یعنی جو ارعاب بود و چیز تلاش برای کار تبلیغاتی بود. این اوکی.
من حتی میتونم از اینم فاکتور بگیرم. چیز خیلی مهمی که در این دوره اتفاق افتاد، خروج بخش عظیمی از زنهای مترقی، تحصیل کرده، چپ ایرانی و در این حال از اقشار مختلف دیگه اجتماعی با وجدان سیاسی به خارج کشور بود. بخش عظیمی از تحولاتی که جنبش فعلی زن ایران رو موجب شده به خاطر وجود یک جنبش قوی فمینیستی ایرانی در خارج کشور بود که این یه تسمه نقاله‌ای بود. هم شاهین هم من در هیئت مدیره بنیاد پژوهش‌های زنان ایران بودیم. بنیاد پژوهش‌های زنان ایران یه تسمه نقاله‌ای بود برای بردن ایده‌های فمینیستی به درون ایران، برای آوردن فعالین جنبش زنان به خارج کشور و شناساندن اونها به جنبش فمینیستی زنان در همه جا، داخل کشورهایی که اینها توش مقیم بودن. تمهای مختلفی در این کنفرانس ها مطرح می شد که اونا همه نه فقط آگاهی دهنده بودن بلکه تابو شکن بودن. یکی از این سمینارها که سمینار بسیار مهمی بود، پنل ها یا سخنرانی ها راجع به مسئله همجنسگرایی بود که در اون هم همجنسگرایان مرد هم لزبیان ها شرکت داشتن و در داخل ایران با مخالفت بعضی از شرکت کننده های قبلی مواجه شد. خانم لاهیجی مثلا که گفته بودن که شماها این کارهایی که میکنین اینجا برای ما خطرناکه. باید بهشون گفته بودن شما لطفاً مشکلات خودتون رو در نظر بگیرین، به کار ما حق ندارین دخالت بکنین. یکی دیگه از اینها سمیناری بود که اتفاقا من خودم هم در اون شرکت داشتم، راجع به وضعیت زنان و دید اقلیت‌های مذهبی حاکم در ایران نسبت به مسئله زن. نقدی بود روی دید گروه‌های یهودی، ارمنی، باهایی و زردشتی روی مسئله زنان. اینا دیگه نقاطه. یکیش تجاوز در چارچوب خانواده، این که در تقدس نهاد خانواده در ایران موجب میشه که به تجاوز به زنها و به بچه ها در چارچوب خانواده ها برخورد نشه. یک تابوی خیلی بزرگ جامعه ایرانی همینه. این باعث شد که جنبش زنان ایران، ما هر جلسه‌ای که می‌گرفتیم از فمینیست‌های محلی هم دعوت می‌کردیم. نتیجهش این بود که جنبش زنان ایران البته نه فقط از این طریق بلکه از طریق فعالینی که در اونجا با سازمان‌های زنای اروپایی، آمریکایی، کانادایی در ارتباط بودن شناسونده بشه. استقبالی که الان داره از طرف جنبش جهانی زنان از ژنژیان آزادی میشه به خاطر اینکه بی سابقه نیست، یه سابقه جا افتاده‌ای در خارج کشور داره و در همین دوره هم زنان ایران در شرایطی است که جنبش فمینیستی غربی چنان به بیراه رفته که اساساً بعضی از مقولاتش گیج کننده است. یکی از اونها آکادمیک شدن جنبش زنان بود، یعنی از خیابان بره به آکادمیا به جای اینکه مبارزه در هر دو سطح همسو جریان داشته باشه. یکی دیگه از اینها مسئله تزهای فرهنگگرایی بود که شما اصلا چی میگین؟ فرهنگ ما یه چیز دیگه است، فرهنگ غربی رو ما و فرهنگگرایان غربی هم روی همین قضیه چیز میگن. یکی دیگه از اینا مسئله زنان در قدرت سیاسی بود. گویا نبودن زنها در قدرت سیاسی علت نبودن زنها در قدرت سیاسی هم هست. می آمدن یه تعدادی، همین الان داریم میبینیم در اروپا چه خبره، حضور زنها در قدرت نبودن زنها در قدرت سیاسی عارضه عدم برابری در سطوح مختلف عمیق‌تر جامعه است. علتش نیست اینکه شما چند تا زن رو میذارین در موضع سیاسی و خیلی جاها الان این کاملا جا افتاده، این مسئله رو حل نمیکنه. مثل اینی که قرص سردرد بدید، ظاهر قضیه رو دارین درست میکنین، باطن قضیه به جای خودش هست. یه مسئله دیگه ای که بود همین جنبش میتو
من هم به طور ناخواسته رابطه جنسی تحمیل شده به خاطر مناسبات قدرت. زنها رو به عنوان قربانی، نه به عنوان عناصری که خودشون در این قضیه صاحب سهمن و باید به اون هم برخورد بشه که چگونه قدرتگرایی رو در آغوش میگیرن به طور فیزیکی. من میخوام صحبتمو همینجا تموم کنم و اگر سوال یا بحث جدی باشه در فرصت پرسش و پاسخ بهش بپردازه. خیلی خیلی ممنونم از اینکه در حضور شما هستم و این همه چهره‌های تازه در تمام سنین داریم می‌بینیم در همین جمع و در بین کسانی که در سمی پنل های مختلف شرکت خواهند کرد. دستتون مریضات.